درنگست چی بود؟ ای جان آل یارو نان رفتن من به چی زحمت میشی ولش کن کی میخواه بخوره یک عمری بر کی میخواه بخوره بره من میگن اشک شوق میگیره واقعا من همینجا جان بده اما گوز شوق میگیره یک دیگه این بدیم آقا یارو نان رفتن ولش کن بریم علی آقا خوب گیرگی درو انداختی من که فضول اما اشکا شما از که دینیه ها؟ یعنی تو یک کار دیگه نداری تو نه فقط گوزی مرتب والا اتفاق میده تو شمردن داره خداحافظ بکار یعنی گوز مر باید میخوای یعنی که گیری بریران تده بهت را خر بری گفتم حال گیر حرف گفتی بهت خر گفتم چیه؟ چند قرامت میگیری که گوز ما نادیده بگیری هم قرامت میگیرم هم گوزر نادیده نمیگیرم تماشاش کن یعنی خب اگه گوز مخ خورده تو رفت هر چیز دلت هم گوز بگیری هم نمیدونم رشوه بگیری توالا کو هم پول بگیری بخور هر جا اگه نفرت کنم خاکستر می خوردت نمیره گوز وای خود